خودکشی آیناز کرمی به خاطر حجاب در کازرون. درود مجدد خدمت همه همراهان گرامی. بخش سوم برنامه رو اجرا می‌کنم عزیزان و پوزش خواهی میکنم اگر یکم تو دماغ صحبت میکنم اینها دیگه سرماخوردگی یه ماهی با هم هستش دیگه. کرونا ولکارمون نیست گویا. بله، دختران ما ببینید که اسلام اهریمنی چجوری داره جان جوانان ما رو میگیره. البته این اتفاقا باید میافتاد متاسفانه و باید بیفته. اسلام با خون و خونریزی زنده است. تا زمانی که تو و من ایرانی، البته من که خدا شکر دیگه نه دیگه خیلی ساله، تا زمان تویی که مسلمان هستی و اعتقاد داری به اسلام، خون جوانان ما باید ریخته بشه. این رگهایی که اسلام داره، اون بدن پلیدی که داره، احتیاج به خون داره. از بعد که اسلام ریشه گرفت و آغاز شد، با خونریزی تونست گسترش پیدا کنه، با کشتن، با نابود کردن، با از بین بردن. اگه چیزی غیر این فکر میکنی، خب کاری با تو ندارم، میتونی همینجوری فکرتو ادامه بدی. اما واقعا اگر دنبال حقیقت هستی، میتونی به حقیقت برسی خیلی راحت. تاریخ رو بررسی کن. تاریخ دو قرن سکوت رو بکن. کتاب دو قرن سکوت، کتاب های بیشماری هستش. کتاب الله اکبر، خیلی کتاب هستش که حالا بخوایم معرفی کنیم. اما اینو هم تقریبا میدونیم که اسلام با خون ریزی و با شمشیر گسترش پیدا کرد و مخصوصا وارد کشور عزیزمون ایران شد و تمدن چندین هزار ساله ما رو نابود کرد. چه جنایاتی نکرد و چه کارهای پلیدی که انجام نداد این مسلمانای تازی که به کشور ما تازش کردن. خون ریخ، گسترش پیدا کرد. اونجایی که نتونست خون بریزه و گسترش پیدا کنه، اونجا اسلام نرفته. الان فکر کنید مثلا اروپا، قسمت بیشتر اروپا، خب چرا مثلا حالا اینا مسلمان نیستن؟ خب برای اینکه اسلام نتونست. اون موقع این ترکان وحشی عثمانی مسلمون، اون موقع دیگه اونها بر امپراتوری منحوس واقعا عثمانی و خوندیز عثمانی تونستن تا جنوب اروپا بیان. تونستن قسطنطنیه رو با جنایات بسیار زیاد تسخیر بکنن و کلیسای معروف اونجا رو تبدیلش بکنن به مسجد. استانبول امروزی تونستن تا جنوب اروپا بیان، اندلس. و میگن معماری اسلامی، اسلام خیلی اینها مسلمان ها خیلی تبحر داشتن توی معماری. آره، خیلی تبحر داشتن در ساختن کعبه. یعنی خونه هایی که ساختن تو جنوب اروپا، اونجایی که تونستن بیان، مثل حالا نزدیک مراکش اونها، اونجاها، خود مراکش هم فکر میکنم باشه. البته خونه هایی که مسلمان ها ساختن مثل کعبه است، چهارگوشه، مربع، معماری اسلامی. و اون معماری که در دوران اسلام در کشور ما انجام شده میگن معماری اسلامی. نه عزیزم، معماری ایرانی بوده در دوره اسلامی. اسلام چیزی نداشت از خودش. چی داشتن اونهایی که تازی بودن، تازش کردن به مملکت ما؟ اونهایی که چادرنشین بودن، که معماریشون کجا بود؟ تمدنشون کجا بود؟ یک عده عرب پا برهنه وحشی هیچ تمدنی هم نداشتن. و حتی اونی هم که داشتن محمد ازشون گرفت دیگه. شدن عرب وحشی بیابان نشین، صحرا نشین. اونها وقتی که چادر دارن و دیگه خونه سازی و مسائل دیگه حالشون نبود که بخوام بیان تو مملکت ما حالا اون
معماری که ایرانی ها با هنر خودشون انجام دادن در دوره اسلامی بخوان شماها به نام اونها تموم بکنید. خیلی جالبه واقعا. مسائل آدم میبینه و اذیت میشه. و اسلام با خونریزی زنده است. دختران ما الان یک هیستریکی داره ایجاد میشه متاسفانه که به سمت خودکشی دارن. این دختر عزیزمون آیناز کرمی در یکی از روستاهای کازرون، گویا مدیر بیشرف مدرسه‌اش، مدیر حروم لقمه مدرسه‌اش، گویا ایشون اذیت کرده این دختر دست گلو که چرا لاک زدی، چرا موهاتو رنگ کردی، اینها از مدرسه اخراجش کردن. و غم بزرگتر ما، بدبختی بزرگتر ما این که رفته خونه، گویا چون مدرسه اخراج شده مورد خشم خانواده پدر و مادر اینها قرار گرفته. چقدر واقعا خاک تو سر اون پدر مادری که این دست گل رو باعث شدن که خودکشی کنه. و این تفلک خودش با تناب دار کار خودش رو تمام کنه. این دختر دست گل خاک بر سر اون پدر مادر و خانواده ای که اینجوری دست گلاشون رو تقدیم اسلام میکنن. واقعا حیف که چندی پیش هم یه دختر دیگه ای که از دست طالبان، این وحوش طالبان فرار کرده بوده و به ایران اومده بوده، اونم تو مدرسه، حالا با هزار زحمت اینا، چون مدرسه اینا اذیتشون میکنن دیگه، تونسته بره مدرسه، اونجا باز یه مدیر مدرسه بیشرف به اون گیر میده و عزیز اونم خودکشی میکنه. بود از دست طالبان فرار کرده، گیر جمهوری اسلامی افتاده. چه بدشانسی بود اون بنده خدا دیگه. دختران ما اینجوری نگاه کنید، واقعا آدم چقدر باید هرس بخوره. لعنت بر دین محمد که واقعا جز پلیدی و بدبختی برای ملت ما چیز دیگه نداشته. باید این اسلام از مملکت ما ریشه کم بشه. تا نشه وضعیت همینه که هست نمیمونه. البته وضعیت این نمیمونه، بدتر میشه همینجوری، چون اسلام اومده که تو رو نابود کنه. مأموریت دین اسلام نابودی بشریته. حالا تو چیز دیگه حالا فکر میکنی، تو فکر میکنی فقط از ناآگاهیت، از نادانیت، از جهلت اگه چیزی غیر از این فکر میکنی. اسلام اومد که نابود کنه. اسلام نابودگر بشریته، نابودگر زندگیه. اسلام مخالف هر آنچه که موافق زندگیه. چرا اسلام باید با موسیقی مخالف باشه؟ علت مخالفت اسلام با موسیقی چیه؟ اسلام موافق، من تدر نمیارم از دین اسلام. تو بیشتر از خمینی حروم لقمه میدونی. پس تو بیشتر از خمینی حالیته، بیشتر از خامنه‌ای میدونی تو، نه؟ بیشتر از این وحوش طالبان که اومدن الان رأس کار اسلام واقعی دارن پیاده میکنن، بیشتر تو حالیته، تو بیشتر میدونی. من نمیدونم. موسیقی حرام نیست، تو راست میگی. اما حقیقتش اینه که موسیقی حرامه در اسلام. شعر و آوازخوانی حرامه. صدای زن بلند نباید باشه، حرامه. چون زن خودش نماد زندگیه. زن نماد زندگی و صداش تنین انگیز زندگیه. تنین یه صدای زندگیه. زن وقتی که میخونه مثل هایده مثلا، نور به قلبش بباره، مثل محسی، انسان وجودش به وجه میاد. حالا شما های حروم لقمه، حالا یکی که یه زنی میخونه اینها، شماها چون شهوترانید دیگه، همه چیز رو به شهوت میبینید. شهوت هم که اصل دین اسلام شهوته. مشکلتون هیچ، من نمیفهمم واقعا مشکلتون چیه؟ خب خلاصه موسیقی حرام. برای چی حرامه؟ برای اینکه روح تو تازه میکنه. روح انسان وقتی که تازه بشه، وقتی که نشاط پیدا بکنه، به سوی زندگی انسان رو سوق میده. و چون به سوی زندگی و شادی و محبت
انسان سوق پیدا میکنه اسلام مخالفه. هیچ سلاحی برای انسان قوی تر از موسیقی نیست. وقتی که موسیقی رو میشنوی، حتی همین موسیقی ها نبا، اینو حواستون باشه، موسیقی نفوذ میکنه تو اعماق بدنت، مغز و سخونت نفوذ میکنه، میره نفوذ میکنه تو روحت و روحتو زنده میکنه. اسلام خاطر همین مخالفه. البته بحث موسیقی بسیار واقعا بحث گسترده‌ایه. موسیقی هایی هستش که در یک فرکانس های خاصی هستن. البته خیلی جالبه که یه فرکانس خاصی هستش که دنیا مخالف این قضیه است، که آلات موسیقی اجازه ندارن که رو اون فرکانس کوک بشن و آلات موسیقی رو اجازه نمیدن که رو اون فرکانس کوک بشن و یا ساخته بشن. فرکانس 440 هستش اگه اشتباه نکنم. حالا اون جریان و بحثش کاملا جداست. در کل عزیزان، تا وقتی که اعتقاد به اسلام در کشور اون هست، روز به روز زندگی سخت‌تر و از این اتفاقا بیشتر میشه. به امید رخت بستن اسلام از کشور عزیزمون ایران و روشن شدن حقایق برای کشور عزیزم و مردم عزیزم ایران.